عزیزان، برنامه امروز رو در دو قسمت خدمتتون تقدیم می‌کنیم. قسمت اول برنامه در مورد تظاهرات نیویورک خواهد بود و قسمت دوم در مورد تاریخچه مهرگان. ولی قبل از اون میخوام که به برنامه‌ای که در تاریخ 29 اکتبر خواهیم داشت که گفتگویی است با آقای مظفر ابراهیم زاده و ایشان به سوالات شما در زمینه بررسی انسان از نقطه نظر فلسفه جوابگو خواهند بود جلب میکنم که بحثی است کاملا تازه و شنیدنی. در مورد تظاهرات نیویورک زیاد دیده و شنیدید، ولی لازم دیدم که برای روشن شدن مسئله رنگ سبز و یا جنبش سبز صحبت کوتاهی با شما داشته باشم و برای اینکه در این ارتباط صحبت کنیم خواهش میکنم که به یک ویدیوی بسیار کوتاهی که در دست هست توجه بفرمایید. برمیگردیم و با هم گفتگو خواهیم کرد. و آرزو داشتیم هممون در درجه اول ایرانی باشیم. نمیخوام بگم با یک مرام و یک عقیده، اما به خاطر اینکه الان این همه گروه دور هم جمع شدیم، به خاطر واقعا درجه اول آزادی مملکتمون از دست جمهوری اسلامی و جدایی دین از سیاست، ما آرزو داشتیم امروز مردم شعار اولشون این باشه، ولی که متاسفانه اینجا گروه های مختلف، یک عده سبز هستن که میگن مال آقای موسوی هستن و این حکومت باشه، ولی که آقای احمدی نژاد بره موسوی بیاد، ما اونو مخالفیم، ما نمیخوایم اونا باشن. یه عده هستن مجاهدین هستن با پرچم های زرد، یه عده هستن کمونیست هستن با پرچم‌های قرمز. چیزی که این وسط مطرح نیست بچه‌های عزیز ایران هستن که اون همه صدمه کشیدن و برای واقعا دگرگونی این حکومت خونهاشون به زمین ریخته شده. من دخترم رو امروز آوردم، دختری که اینجا بزرگ شده و واقعا فقط به خاطر مملکتم، فقط به خاطر ساپورت بچه‌های ایران. خب چطور بود عزیزم؟ شما گفتین لباس سبز پوشیده بودید؟ بله من با لباس سبز اومده بودم اینجا و به خاطر اینکه فکر کردم این رنگ میتونه ساپورت کنه آدمای ایران که هستن و این موومنتو، ولی متاسفانه این داره کورلیت میشه با ساپورت آقای موسوی، آقای کروبی، ولی من نه به هیچ کدوم بلیف اونا قبول ندارم و نمیخوام اونا رو ساپورت کنم. فقط میخوام مردم ایران رو ساپورت کنم و به این دلیل لباسای سبزمو در آوردم. پرچم ایران دستم بود که لوگوی شیر و خورشید داره و اینجوری که مامان توضیح دادن این به خاطر تاریخ ایرانه، ولی متاسفانه داره اشتباه میشه با اینکه ما داریم ساپورت میکنیم مانکی رو و سلطنت رو و من اصلا سلطنت رو نمیخوام و آزادی برای همه. پرچمم گذاشتیم کنار و ای کاش امروز همه با یک رنگ و با یک صدا و یه مسیج امروز این کار رو برقرار میکردن و بعد در آینده که ما به اون استیج رسیدیم که بتونیم we have freedom of thoughts and ideas, then we can sit down and talk about what we like to discuss. For sure we can have all these different groups, but this is very premature. But anyhow, it's great to see all these Iranian people here and thank you for your time and we pray for freedom for all. Merci. برای زنان ایران پیامشون صدای خودشونه، حرکت خودشونه، لیاقت خودشونه، جوهره وجود خودشونه که امروز تمام دنیا متوجه شدن. یعنی در زیر اختناق کشف حجاب کردن، برای حقوق کودکان ایران در حال جنگ هستن، برای حقوق مادران، مادر بزرگا و اجداد خودشون که چقدر شکنجه شدن، چقدر حقوقشون پایمال شد و امروز زنان ایران رو هیچ چیز جلودارش نیست. شیر که از خانه از بیشه بیرون بزنه زن و مرد نذاره و امروز شیرهای ماده ایران از سلولهای جمهوری اسلامی بیرون زدن و در حال حرکت هستن. هیچ چیز نمیتونه اونها رو ساکت و آرام بکنه و سرمشقی خواهند شد برای زنان در افغانستان، برای زنان در پاکستان، برای زنان در سایر کشورهای عربی و همکنون شروع شده در افغانستان. زنان ایران به عنوان رول مدل، به عنوان الهام زنان کشورهای مشرق زمین و سایر کشورهای مسلمان قرار گرفتن، چون
در زمان مشروطه در آسیا نخستین بودن. اگر زنان ایران نبودن مشروطه واقعیت پیدا نمی‌کرد. این رو نه اینکه دولت ها به ما گفته باشند، این رو میتونیم از زمان ویلیام شوستر، مردی که وزیر مسئول امور مالیه در ایران بود و نخستین کسی بود که این حقیقت رو اومد بیان کرد، گفت که مشروطه ایران مدیون زنان ایران هستند. از 150 سال پیش از زمانی که طاهره قرةالعین کشف حجاب کرد و حتی قبل از اون، اما هرگز نذاشتن که ما تاریخ زنان ایران رو ببینیم. هر حکومتی که آمد گفت کرامت و پیشرفت زن از زمان ما آغاز شده. قد تاریخ فرهنگ تاریخ زن ایران رو کوتاه کردن، قایم کردن و حقایق رو قایم کردن. اما امروز روزنامه ها داره در میاد، عکس ها داره در میاد، مدارک داره در میاد که چگونه زنان ایران طول حداقل 150 سال اخیر کوشش کردند برای به دست آوردن حقوق زن ایرانی و امروز هیچ چیز جلودار آنها نیست. لیاقت این رو دارن که در حکومت آینده ایران اگر نه بخش از نصف از این حکومت از آن اونا باشه، با رأی مردم، با لیاقت خودشون، و ما ملت بهتری، ایران بهتری خواهیم داشت تا خانم ها رو وارد امور سیاسی، فرهنگی و دولتی نکنن. ما دچار همین مضیقه، همین مسئله و همین نکبت خواهیم بود. از شما بسیار سپاسگزارم. من 2 تا جوان دارم که اینا از ایران آمدن، تازگی ماهه. ایران چطور بود؟ بچه‌ها چی میگن؟ خب تمام دنیا صداشون رو شنیده. اصولا چه کسی رو میخواین؟ آیا با رژیم موافقن؟ مسئله چیه؟ چون ما اینجا یه مقدار گیج هستیم که اینها واقعا هنوز رژیم اسلامی رو میخواین یا نمیخواین؟ اصلا خواسته مردم ایران برای شخص نیست، برای شخص خاصی نیست بگیم که الان له فلانن علیه فلان، نه اینجوری نیست. یه خواسته هاییه که تاریخی هم هست از دوران مشروطیت و الان خب دیگه آخرش دیگه واقعا افتضاح بود. پس شما در مجموع آزادی می‌خواید؟ بله مسلما ما دموکراسی که 100 سال حداقل از مشروطیت در هر حکومتی باشه، در هر حکومتی باشه، در قالب هر در هر چیزی که مردم بخواد، در قالب هر چیزی که مردم بخواد، نه اینکه یکی بیاد بگه خب در قالب این ما بهتون میدیم، نه، در هر قالبی که خود مردم میخواد. ما واقعا به جوانای ایرانی افتخار میکنیم، خوشحالیم به جوانای عزیزان، جنبش سبز جنبشی بود که بهانه‌ای به مردم ایران داد تا بر ضد دیکتاتوری و ناراستی در کشورمون بلند بشن و این بهانه و فریاد بالاخره خود رو آشکار کرد و تبدیل به فریاد جمهوری ایرانی شد. ولی آقای رفسنجانی و همکارشان آقای موسوی زمانی که ماهیت جنبش سبز که برکناری رژیم و دست نداشتن مذهب در حکومت و آزادی و رفاه مردم هست آشکار شد، سعی کردند که کماکان این جنبش رو در مسیر خودشون نگاه بدارن. بسیاری از جوانان و هم‌میهنان ما با نیت آزادی برای مردمشون و همصدایی با اونها در این گروه ها هستند. بعضی از گروه های سبز مسئولانشون به عنوان اینکه ما فعلا راجع به آزادی زندانی سیاسی و آزادی های دیگر فقط صحبت کنیم، شعارها، پرچمها و عکسها رو کنترل میکنن و اخیراً هم علنا عکس آقای موسوی رو به دست اونها دادند و میگن که فعلا بگذارید که به نام آقای موسوی پیش برویم. و بسیاری از جوانان ما آگاه نیستند که این همان سیستم و روندی است که زمان آمدن خمینی اجرا کردند و امروز یک بار دیگر دارند آن را تکرار می کنند. من شخصاً چون به دموکراسی معتقدم فقط به این مسئله اشاره می کنم که جوانان ما فرق سبز با سبز را بدانند تا ناآگاهانه بلایی رو که 30 سال پیش بر سر ما آمد تکرار نشود.
جمهوری اسلامی بر طبق قوانین دینی عمل می کند و این قوانین در قد و قامت جامعه و زن و مرد ایرانی هزاران سال است که جا نیفتاده و با هر نام دیگری هم جا نخواهد افتاد. در تظاهرات نیویورک با عده بسیاری که چه به تازگی از ایران برگشتند و چه کسانی که برای حضور احمدی نژاد در سازمان ملل از ایران آمده بودند سوال کردند که مردم در ایران چه می‌خواهند؟ آیا موسوی را می‌خواهند؟ و بدون استثنا یکایک اونها به من گفتند که آیا جوانان ما در عرض این 30 سال که به مخزن‌های اسید افکنده شدند یا دست و پای اونها رو تیغ زدند، تجاوز کردند، دار زدند یا با تیر کشتند یا از ساختمان‌ها پرتاب کردند و یا صورت و بدن اونها چنان زیر شکنجه متلاشی شده بودند که حتی نمیتونستن اونها رو به خانواده هاشون تحویل بدن، آیا اینها در عرض این 30 سال برای آقای موسوی مردند؟ تا شاید که زنها کمی بتونن روسری توسری رو کمی بالاتر بگذارند و یا زندانی سیاسی که اساساً نباید برایش زندانی وجود می داشت آزاد بشن. مشکل قانون اساسی است که ضد حقوق انسانی اونهاست و متممهای اون دست ولایت فقیه و جنایتکاران و متجاوزین رو برای هر کار نامشروعی باز میگذاره. مشکل حکومتی است که ضد ایرانی و ضد مردمی است. بنابراین وقتی در جلسات بعضی از سبزها اگر شما رو در چهارچوب‌هایی که خودشون میخوان میگذارند و آزادی افراد رو محدود میکنن، خواهش میکنم که از خودتون سوال کنید که با چه سبزی همراه هستید. با سبزی که نماد زیبایی، زایش، نو و متولد شدن هست، یا سبزی که نماد کهنه و کهنگی و ظاهری و فقط با نامی متفاوت اون رو به شما دیکته میکنن همراه هستید. با اینکه در حول و حوش جشن مهرگان هستیم واقعا نمیخواستم که از این مسئله بگذرم و دلم نمیخواست که شما رو در این موقع به خصوص به این مسائل بکشونم، ولی فکر میکنم که وظیفه من و شما هست که راجع به این مسئله که در ایران میگذره و میگذشت ما هر روز بیاندیشیم. واقعا برای این خواهش میکنم که اگر ممکن باشه به یک آهنگی شاد توجه بفرمایید. برمیگردیم و راجع به تاریخچه مهرگان با شما صحبت خواهیم کرد. توجه بفرمایید. اطلس دستمان سری کن پریان یارم، اطلس دستمان
سفر بشم خدیجه جانم ببندین از سفر بشم خدیجه جانم گوشی گوشواری دستی علم دریه گوشی گوشواری مگر بجز شمکیلم خاطر خداری مگر بجز شمکیلم خاطر خداری بری 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 پیشم خدیجه جانم بری 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 پیشم خدیجه جانم ببندین از سفر بشم خدیجه جانم ببندین از سفر بشم خدیجه جانم اطلس دستمال سری کو پریان یارم اطلس دستمال سری کو پریان یارم مناتی بند کردنی کو دری دوست دارم مناتی بند کردنی کو دری دوست دارم چین چین دامن دریره سرا گم کردی چین چین دامن دریره سرا گم کردی مگر نزونی خدیجه به چمان دردی 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 مگر نزونی خدیجه به چمان به حراج بزرگ این ماه سوپرمارکت سانیول در شمال کالیفرنیا توجه فرمایید. روغن هسته انگور صدف 2 لیتری $8.98. رب گوجه فرنگی آتا 700 گرمی $2.99. خیارشور ایرانی ساخت کارخانه مهنام 650 گرمی $2.69. نان لواش تولاک $1.29. توجه فرمایید. همچنان چلو کباب کوبیده در سوپرمارکت بزرگ سانیول $2.99. سوپرمارکت بزرگ سانیول در شماره 933 ایست دوان اونیو در سانیول. تلفن کد 408 735 72 77. اگر نیاز به دارو دارید می توانید داروی خود را به قیمتی به مراتب ارزانتر از کانادا تهیه فرمایید. با یک تماس تلفنی رایگان به سوالهای شما در رابطه با نسخه دارویتان پاسخ می‌دهیم و با سریع‌ترین وسیله دارو را در اختیارتان می‌گذاریم. توجه داشته باشید طبق قوانین گمرک آمریکا اجازه دارید تا 90 روز نیاز داروی خود را از خارج از آمریکا بدون پرداخت گمرکی تهیه نمایید. تلفن رایگان از آمریکا و کانادا 1-800-666-6079. هدف عرضه خدمات دارویی با کیفیت برتر همزمان با قیمت مناسب به ایرانیان در داخل ایران و سایر کشورها به ویژه آمریکاست. آریا با بهترین های شمال کالیفرنیا، پرشور پرهیجان، راشید. زنگ صدا تو دوست دارم، مثل لالاییه، برق چشات دوست دارم، شهر محتابیه، خورشید خانم قشنگه، سرخ و سفید دو رنگه، اما دل عاشق من با دل تو یه رنگه. خواننده ایتالیایی پاسکواله. Go to farla americana, americana, americana. Assinati in Italia, siéntame non c'è sta niente. خواننده جاز ایمی.
برای اطلاع از برنامه‌های هنری آریا لطفاً با تلفن 408 اریاکد 996 96 06 تماس بگیرید. ariarestaurant.com. آها، کارتای تلفن خود را دور بریزید، به کلی دور بریزید. با سرویس جادویی رویال دیجیتال از منزل، تلفن دستی و محل کار خود بدون پین نامبر با نرخ‌های جادویی تهران دقیقه‌ای فقط 59 سنت. شهرستان‌های ایران 9.9 سنت، داخل آمریکا، کانادا و اروپای غربی 2.9 سنت. 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته با کیفیت بی‌نظیر با خویشان و عزیزان خود در سراسر جهان صحبت کنید. بیشتر صحبت کنید، کمتر بپردازید. با سرویس جادویی رویال دیجیتال به جای کارت‌های تلفن و بدون گرفتن پین نامبر راحت‌تر و ارزان‌تر با سراسر جهان مکالمه فرمایید. تلفن هر گونه اطلاعات 1800 303 7006 1800 303 7006. جمعیت همکاری توجه و اینک هانی انواع و اقسام غذاهای لذیذ ایرانی، شیرینی‌ها و خشکبار را در محیطی کاملا خانوادگی به شما هموطنان عزیز تقدیم می‌دارد. سوپرمارکت و کیترینگ هانی در 1150 تینک رود در شهر تینک نیوجرسی، همه روزه با صبحانه و نهار و شام. کیترینگ هانی برای تمام مجالس در خدمت شماست. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 201 530 5082 تماس حاصل کنید. هانی. عزیزان، جشن مهرگان در راه است، جشنی که سالها درخشش خودش رو از دست داده بود و این جشن رو ایرانیان وطن دوست دوباره میخوان که زنده کنن. در نیویورک همین شنبه جشنی در دانشگاه کلمبیا خواهد بود که استاد نژاد و گروهشون و خانم گلوریا روحانی و دیگر هنرمندان در اون شرکت دارم. من میدونم که در مناطق مختلف دیگر هم جشن‌های برگزار خواهد بود. اگر اطلاع داشتیم اونها رو هم به شما اطلاع میدادیم. جشن‌ها، فرهنگ، موسیقی، شعر و ادب و زبان ما چیزی هستش که ما رو از دیگر ملت‌ها متمایز میکنه و شکل و یک رنگ میده و باعث شدن که ایرانی بتونه طی قرن‌ها در برابر متجاوزینش بیسته و در اونها حل نشه. مادران پدران ما در گذشته انسان‌های سرخوش، نیک‌اندیش، پیروز و سربلند بودند. حدود 73 جشن مختلف در سال رو برگزار می‌کردند که این خود نمایانگر این هست که اونها دارای روحیه‌ای شاد بودند. روحیه‌ای که ضد غم، ناامیدی، مرگ و نوحه‌گری و جنگ. جشن مهرگان یا مهر یا میتراکانا به بزرگی و زیبایی نوروز جشن گرفته میشد. سال رو به 7 ماهه تابستان و یا بهار که با نوروز شروع میشد که روز و شب یک میشه و برای اونها چون یاقوت بود اونها شروع میکردن و پاییز و زمستان رو که 5 ماه بود برای اونها چون زبرجد و در روز 16 ماه 7 سال شمسی که باز روز شب یک میشن رو شروع میکردن. مهرگان و یا جشن مهر، گان به معنی جشن هست در حقیقت، در نتیجه میتونیم بگیم که جشن مهر. مهرگان بسیار مشابه نوروز بود، همونطور که گفتم خدمتتون. از چندین روز قبل خونه تکونی میکردن، آتیش روشن میکردن، سفره‌ای که 7 خوان بر اون تزیین شده بود میگذاشتن، لباسای نوع ارغوانی و لباسهایی که سرخ رنگ بودن میپوشیدن، هدیه میدادن، هدیه میگرفتن، به فقرا و درماندگان کمک و رسیدگی میکردن. بوی عطر و کندر و گلاب همه جا به مشام میرسید. گلای رنگارنگ و گیاهان سبز و بوی خوش اونها فضای شهر و خونه ها رو پر میکرد و به چشم میخورد. خنچه ها و سبد هایی که برای عروسان و نوعروسان و همینطور تازه دامادها میبردن تو کوچه ها قوقا میکرد.
توی خونچه ها کله‌قندی که دورش با رنگ سبزی پوشیده شده بود دیده میشد پارچه شیرینی، آجیل، نقل در اونها پر بود. همه جا آجیل که از محصولات اون سال بود به هم تعارف میکردن و میخوردن. پسته، گردو، بادام، توت خشک، فندق، انجیر، تخم گردو، تخم کدو، تخم آفتابگردان، نخودچی، کشمش و برگ‌های مختلف. شربت و چای هم که رو به راه بود و به هم تعارف می‌کردند و می‌نوشیدند. بوی خوش نون تازه فضای خونه رو پر می‌کرد و با سرود و آواز و دایره و دف و رقص خانوما نون رو می‌پختند. نونی که از آرد هفتونه و یا آرد گندم بود. آشی می‌پختند که توش گندم، عدس، جو، لوبیا، ماش و نخود داشت و مجمر آتش رو که میچرخوندن پیوسته روشن بود. سفره اونها رو کتاب اوستا تزیین میداد. سیب، انار، سنجد، به، انگور سفید، زالزالک، ازگیل، کنار و میوه های مختلف روی میزشون دیده میشد. وقتی که خورشید وسط آسمان میرسید در برابر آینه به هم شادباش میگفتن و یکدیگر رو غرق بوسه میکردن و به هم هدیه میدادن. به یکدیگه گلاب میپاچیدن. مشک و عنبر و عود هندی هدیه میدادن. نقل و سنجد و آویشن رو به سر روی همدیگه میریختند. شم و شکر و شیر و شراب و شربت و شیرینی هم برقرار بود. گیاه خوشبوی آویشن، ریحون، سبزی‌های معطر، سبزی و سکه‌های نقره و طلا روی سفره بود. جشن اونها مهر بود. جشن عشق، محبت و دوستی. مهر نام دیگر خورشید هم بود. برای همین پادشاهان تاجی بر سر می‌گذاشتند که علامت دایره خورشید بود که برایشون منبع بارور شدن و حیات و احتیاجات زمینی اونها بود. خورشید رو علامت نور و روشنایی و آشکار کننده تاریکی ها می‌دونستند. مهرگان تنها روز سال بود که پادشاهان اجازه داشتند که مست بکنند و داخل محل می شدن و همراه دسته های مردم و نوازندگان و رقصندگان در باد پیمایی همگام می شدن. صدای سازهای گوناگون چون سرنا، تنبور، چغانه، نیمبان، سیحنای، نفیر، دهل، دف، چنگ، نی، ارغوان، بربط، قاشق و دیگر سازها همه جا به گوش می رسید. پادشاهان و مردم همه از کوچک و بزرگ پایکوبی و دستافشانی می کردن و اونها در حقیقت زندگی رو جشن می گرفتن. محصولاتی رو که خالق زمین و آسمان به فراوانی به آنها داده بود جشن می گرفتند. جشن برداشت محصول و به انبار بردن و برداشت های تابستونی بود و اونها پیروزی مظلوم بر ظالم رو جشن می گرفتن. پیروزی فریدون به یاری کاوه آهنگر و به یاری فرشتگان بر ضحاک پلید و رهانیدن مردم از گزند او رو جشن می گرفتن. مردی دلیر و نیکونام در قصر پادشاه مأمور بود که با صدای بلند فریاد بزنه که ای فرشتگان به سوی دنیا بشتابید و جهان را از گزند اهریمنان برهانید. فریادی که قرنها در ایران ما بلند بوده و امروز هم هست. ضحاک هایی که بوده اند و هستند. فریدون چو شد بر جهان کامکار، ندانست جز خویشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. زمانه بی اندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شادکام، گرفتند هر یک ز یاقوت جام.
می روشن و چهره شاه نو، جهان ناز داد از سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه عنبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تن آسانی و خوردن آیین اوست. کنون یادگار است از او ماه مهر، به کوش و به رنج ایچ منمای چهر. خب چون جشن مهرگان هست آهنگ دیگری رو گوش میکنیم و برمیگردیم به ادامه تاریخچه مهرگان میپردازیم. امان از درد دیری دور و محی رو، امان از درد دیری مباسادم با غمه گردم رنگ پیری. امان از درد دیری، امان از درد دیری. تا سوای میری، امان از درد دیری، امان از درد دیری.